تشکر دوستان عزیز. حاضر از شاعر خلقی تاجیکستان استاد گلنظر خواهش می‌کنم که چند سخن بگوید. حاضرین محترم، من هم همه شما را بیان رویداد بزرگی فرهنگی تبریک میگویم. ما ملت قدیمی هستیم و به قدر کتاب میرسیم. از کتاب چیزی قیمت‌تری نیست. نشان آن است که دلیل آن است که آیه های آسمانی به ما در شکل کتاب واگذار شده است. اگر کتاب مقدس نمی بود، حرف و سخن مقدس نمی بود، شاید در شکل درخت، در شکل دریا یا کوه به ما میراث میماند. در شکل کتاب آمده است. این گواهی آن است که از کتاب چیزی مقدم‌تر، چیزی قیمت‌تر برای ما نیست. در جمهوری ما برگزار شدن اولین نمایش کتاب این بزرگترین ثمره استقلال تاجیکستان است. در عرفه 20 سالگی تاجیکستان شاده شدن یا تأسیس یافتن نمایشگاه بین‌المللی کتاب این بسیار فعالیت از ما در آنجا آرزو داریم که این نمایشگاه فراختر شود، گسترده‌تر شود. همچنین که در تهران هر سال چنین یک نمایش بزرگی کتاب‌ها برگزار می‌گردد. در تاجیکستان چیزهایی هست که در دیگر کشورها نیست. میخوام اینجا نامبر کنم که فقط در تاجیکستان روز کتاب است. با فرمان پرزیدنت هر سال روز کتاب جشن گرفته میشود. همان روزی که کشتی اولی کتابخانه بزرگی فردوسی گذاشته شد، همان روز کتاب اعلان کرده شد. فقط در جمهوری ما همطور هست که پرزیدنت از فاند ذخیروی خودش برای چاپ کتاب مبلغ جدا میکند. با خواهش پرزیدنت، با پیشنهاد پرزیدنت ما یک سلسله اثرهای چاپ میکنیم که با نام اختران ادب به خوانندگان میرسد.